بالاخره من بعد از این که اومدم محیط عملیاتی رو شناختم، بایستی برم ارزیابیش کنم دیگه، یعنی ببینم این شرکت با چه ریسکایی رو داره در حوزه‌های مختلف. بخشی که به من مربوطه که الان با نگاه کردن مطابق موضوع هم یه اشاره‌ای بهش می‌کنیم، اون بخشیه که باعث میشه این خطره قابلیت اتکای صورت‌های مالی رو از بین میبره. فرض بر این است که هر کسی در شرایط عادی میگم استثناء وجود داره، اگر الزامات استاندارد رو رعایت بکند، خروجیش میشه صورت‌های مالی قابل اتکا. من اصلا میگم صورت‌های مالی سودمند. سودمند به این معناست که هم اطلاعاتش مربوطه، هم من میتونم بهش اتکا بکنم. پس بنابراین بعد از این که من این شناخته رو انجام دادم، باید دقت بکنم که در گزارشگری چه خطرهایی وجود داره. و این قسمت برای من خیلی مهمه. و برای مقابله و واکنش با این، آیا اصلا کنترلی وجود داره یا کنترل وجود نداره. یعنی من ریسک گزارشگری رو باید تمرکز بکنم، کنترل های مرتبط، چون همه کنترل ها ممکنه مرتبط با این موضوع نباشه. خب میتونه در بلند مدت رابطه داشته باشه ها، ولی نهایتاً تمرکز من روی ریسک های گزارشگری. کنترل های داخلی هم که دوستان میدونن، کنترل داخلی در واقع همون سیاست ها، روش ها، رویه ها، تکنیک هاییه که ارکان شرکت اونها رو طراحی میکنه، به اجرا میذاره برای این که خودشو مسئول. عمدتاً ما برای این 4 تا هدفه یا برای پوشش این 4 تا ریسک کنترل داخلی طراحی میکنه. اولی رو به این خاطر گزارشگری نوشتم چون موضوع بحث است. البته من اعتقاد دارم کلمه مالیش هم میتونیم بریم وسط، چون همه گزارشگری ها میتونه مالی نباشه، میتونه گزارشگری باشه. بالاخره هیئت مدیره که الزام بورس میگه اکثریتشون بایستی غیر موظف باشن، پارت تایم باشن، خب بر اساس اطلاعات تصمیم گیری میکنه. خب این تردید حرفه‌ای وجود داره که اطلاعاتی که میاد رو میز هیئت مدیره قابل اتکا نباشه، مسیر نادرستی رو به هیئت مدیره نشون بده. پس میتونه هم مالی باشه، میتونه حتی غیر مالی باشه، میتونه کمی باشه، میتونه کیفی هم باشه، یعنی کمی مالی، کمی غیر مالی و کیفی باشه، همین اطلاعات میتونه باشه. در هر حال من بایستی یه سیستمی بذارم، یه نظامی بذارم که اطلاعاتی که میاد برای تصمیم گیری این قابل اتکا باشه، من گمراه نشم. خب تبع همینم هست که ما کمیته‌های تخصصی رو ایجاد کردیم. دیگه توی ممکنه توی این حوزه‌ها مثلا تخصص نداشته باشی، وقت نداشته باشی، این کمیته‌های تخصصی برات در واقع اطلاعاتی قابل اتکا میاد. مثلا فرض کنید بودجه رو یه نگاهی میکنه، صورت‌های مالی پیش‌نویس رو نگاه میکنه، آیین‌نامه‌ای میخواد تصویب بشه، قبل از اینکه شما امضا بکنید اول میاد در کمیته جوانه بشون. این کمیته ها میتونه به همراه هیئت مدیره اون ریسک رو یه مقدار کاهش بده. البته خب برای قابلیت اتکا مطمئناً اون بحث‌های کنترل داخلی که یه بخشش هم حسابرسی داخلی میتونه مفید باشه. دیگه خطری که وجود داره اینه که من از منابع اقتصادی به صورت کارا و با اثر بخشی ازش استفاده نکنم، این ریسک هم وجود داره. پس بنابراین بس یه کنترل هایی بذارم که این اطمینانم بده که دارایی ها رو من دارم درست استفاده میکنم. چون اگه از این منابع من درست استفاده نکنم، به مرور زمان این فلو جریان ورودی بچه نقده من جریان خروجی ها رو جواب نمیده، من دچار درماندگی مالی میشم و بحثای دیگه‌ای خواهد شد.
خیلی مهمه این نکته سوالتون. ما یه حسابرسی بالاخره تعریف کردیم به نام حسابرسی عملیاتی که در حسابرسی عملیاتی ما به این موضوع می‌پردازیم آیا فعالیت‌ها کارایی و اثر بخشی دارد یا ندارد. شرطش اینه که حتما براش ما تارگت تعریف شده‌ای بذاریم. یعنی به عنوان مثال در خط تولید تارگت من میتونه بیایم استاندارد مواد باشه. یعنی من بایستی یه محصول رو با یه مقدار مشخصی مواد اولیه چیکار بکنم؟ تولید بکنم. بنابراین اگر توی صنعت برای 1000 واحد محصول من بایستی 10,000 متر مربع از یه موادی مصرف بکنم، این 10,000 تا بشه 15,000 تا، نشون میده یک جایی از کار من میره. یا خرید خوب انجام ندادن، یا ماشینالات هم خوب نبوده ضایعات ایجاد کرده، یا نیروی انسانی که جذب کردم واسه این تبدیل را انجام بده بلد نبوده، تعمیر و نگهداری من مناسب نبوده، قالب من به موقع تعویض نشده. میشه ولی خیلی پرهزینه است. من فرمای شما رو قبول دارم. تو حسابرسی عملیاتی بزرگترین مشکل اول خواسته مدیریت. مثلا مدیریت میخواد چنین اتفاقی بیفته یا نمیخواد بیفته. دقیق. ببینید امروزه تو حسابرسی عملیاتی قبلا تو سابق 3 تا ای وجود داشت. اینجا 2 تا شد. افیشنسی و افکتیونس. یه چیزی هم وجود داره به نام اکونومی. صرفه اقتصادی. صرفه اقتصادی خیلی. بعضی مواقع شما یه کاری رو میتونی اثر بخش انجام بدی. با همون کارایی تعریف شده ورودی و خروجی میتونی انجام بدی. مثلا نمیسن. بازدهش اصلا منطقی نیست شما اصلا این کارو بکنی. اما امروزه من جلسه قبلم عرض کردم ما وارد فاز جدید و پارادایم جدید اقتصاد شدیم به نام سستینبیلیتی یا توسعه پایدار که سال آینده هم اولین الزام گزارشگریش برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس میاد. اونجا 3 تا ایه دیگه هم داره. نه الان عرض میکنم. ولی اونجا دیگه الان ما دقیقاً یک فرمت گزارش یکسان می‌خوایم داشت. خب حالا عرض میکنم ما این 3 تا ای جدید به اینا اضافه شده چی هست؟ یکی انوایرمنت محیط زیست. یعنی واقعیت هم همینه. اگه شما الزامات محیط زیست رو رعایت نکنید در بلند مدت ممکنه تداوم فعالیتتون زیر سوال بره. اصلا فرض تداوم فعالیتتون ممکنه درست نباشه. یکی دیگه ایکویتیه، برابری، تبعیض نژاد قائل نبوده. واقعیت امر اینه که امروزه اگه شما الان برید در یه سوپرمارکتی که 2 تا کالا میده، یکیش متوجه شدید که مثلا با کارگراش رفتارش تبعیض نژادانه است، نمیخرید. مگر اینکه حق انتخاب نداشته باشیم. حالا اون یه داستان دیگه، چون زیربنای توسعه پایدار رقابته.